هیچ وقت جلوی بقیه بد نوجوانتو نگو. آره نوجوانا این دور زمونه همینن، اتاقش نامرتبه، درس نمیخونه، از صبح تا شب پای گیم و گوشیه. حالا با این سه تا کاری که بهت میگم، به جای اینکه هر روز از نوجوان دورتر بشی، بهت نزدیک و نزدیکتر میشه. یه پدر و مادر امن واسه شخصیت نوجوانش حرمت قائله. هیچ وقت حرف نوجوانش رو جلوی بقیه نمیزنه. با این کار هم رابطه خودتو با نوجوانت خراب میکنی، هم اجازه میدی بقیه در موردش نظر بدن و بی‌احترامی کنن. دو، هیچ وقت از کلمه همیشه تو حرف زدن با نوجوانت استفاده نکن. تو همیشه قول میدی و عمل نمی‌کنی. تو همیشه به من بی‌احترامی می‌کنی. به جاش بگو وقتی قول میدی دوست دارم بتونم روش حساب کنم. وقتی اینجوری صحبت می‌کنی ناراحت میشم و نمیتونم روی خواستت تمرکز کنم. یه مامان و بابای امن مراقب نوجوانش رو تحریک نکنه. به جاش با جمله‌های مناسب اونو ترغیب می‌کنه به گفتگوی آروم و بدون عصبانیت. درسته بعضی از نوجوانا زودتر عصبانی میشن، اما تو باید دقیقاً توی همون موقعیت‌ها با جمله‌های مناسب یه الگوی خوب براش باشی. 3. هیچ وقت نوجوانتو زیر سوال نبر. بگو تو واقعاً عقل نداشتی این کارو کردی؟ تو بچه‌ای هنوز متوجه نیستی. یادت باشه نوجوان کلی ابزار داره بهش اضافه میشه، مثل استقلال، رشد اجتماعی، هنوز مدیریت و نحوه استفادهشو بلد نیست. تو با این جمله‌ها به بدترین شکل ممکن میزنی تو برجکش و مقابلش قرار میگیری. من دورنا شریفی، مدرس و روانشناس رشد والد و کودک و نوجوانم. اگه می‌خوای مسیر ساختن ارتباط امن و عالی با فرزند بالای 10 سالت اصولی و حرفه‌ای یاد بگیری تا حرف شنویش بیشتر بشه، یه آموزش رایگان برات آماده کردم. فقط کلمه امن رو اینجا بنویس تا لینک این کلاس رایگان برات دایرکت ارسال بشه. منتظرتم.